دوستانی که عاقل هستین میفهمین از مالی که دارین در راه خدا صدقه کنید. حق فقرا را جدا کنید، حق فقیر را جدا که الله در مالت برکت میده. دوستان عزیز، اسلام آمد تا جامعه را زنده کنه، بیدار کنه. اسلام دین عطوفت است، محبت است، دوستی است، برادری است، همدیگر فهمی است. ما مسلمانان باید راه و روش رسول الله بگیریم، بخصوص در رمضان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه شریف رمضان به مانند بادی وزان، صحابه در حدیث صحیح آمده است، این حدیث صحیح است، من از خودم گپ نمیزنم، حدیث صحیح است، پیامبر مثل بادی وزان خیرش به مردم میرسید. ما چی شده است امروز وقتی که یک بیمار یک کسلی را در سبق‌های مجازی میمونند، در کامنتاری مردم میبینی گپای قبیح میگن. ای دوستی عزیز، میتونی کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح. مردم نیاز دارن به کمک، میتونی بکو کمک کن، نمیتونی نگو سخن قبیح نگو. السلام علیکم مردم خارون گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ ان شاء الله الله حفظتون کنه. مردم خارون گرامی، فردا ماه شریف رمضان است، ماه بخشنده است، ماه مغفرت است، ماه خیر و سخاوت است. مردم خارون گرامی، ماه شریف رمضان به هر یک برادر و خواهر، به هر یک خانواده شما مبارک باشد. مردم خارون گرامی، در این ماه مبارک، در این ماه شریف رمضان کوشش کنیم توبه زیاد کنیم، کوشش کنیم با طاعت عبادت باشیم، کوشش کنیم دست به کارهای خوب، به کارهای خیر بزنیم. و در ماه شریف رمضان هر کسی که کاری خیر میکنه، کاری خوب میکنه، دو چند سه چند زیاد است از دیگر روزها. و این شانسی که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما داده است، شاید که تا رمضان دیگر نتید، شاید که تا رمضان دیگر من نباشم، شاید که تا رمضان دیگر یک از شما نباشه. به همین خاطر این شانس از دست ندیم، در کارهای خیر، در کارهای خوب دست بزنیم ان شاء الله. ما فهمیدیم که شما در یک اویله 5 معیوب دارین، اینجا 4 معیوب ای کوپا جان. یاتش گذاشتم، پدرتون هم به نزدیکی گذاشت. در خونه یگان کارگر ندارین اپا جان. شرایطتون به نهایت وضبین. این خونه رو درشون ببینید چقدر وضبینه. اپا جان، ما در خبر رفت که شما هم خیلی حالتون وضبینه. مهاجرا همه را در شما روان کردن. در حقشون یاد دوام میکنن همه کسا. این دمی خونه خواه یا؟ خواه یارم خواه. این کسلی چه مکی جان؟ روح یکیم گرپای این خونه تو هم شکسته رفته است یا؟ دو تا معیوب در یک خونه مکی جان. او شب روحی داره ها؟ این چند گروپ های؟ یم یکم هر دوش یکم داشتم برفته دیدگی همش دیدگی داشتم دیدم چیز دیگه نزدیک. شما پیر کم پیر؟ برادران خارون گرامی، اویکس ما 24 ساعت در خط علاقه است، 24 ساعت در خدمت است ان شاء الله. من نمره اویکس را میمونم، کسایی در بلیت در کار باشد مرحمت بلیت خریداری کنید ان شاء الله. که هر یک برادر و خواهری که از اویکس ما بلیت خریداری میکند، ما یک مقدارش در کارهای خیر صرف میکنیم ان شاء الله. الله از هر یک شما راضی باشد. و بیبی کلام بیبی جانو ای بچه‌تان حساریف جورابک معیوبی گروهی یکم کس بیماریشون چیه؟ روحی موسمی این شما همه چیزا را یکم را همه چیزا را همشه بیبی جان برای شما مهاجرا روان کردین. ای خودی مسکو مهاجرایی که دور ای وطنن، دور ای اپا و چا و زن و گودک، شما در حق حمایت دوام میکنه؟ دوام میکنه. پروردگاری کریم دولتدار شو کنه، بچه‌دار شو کنه. پروردگار همه آدمی کردگیش قبول کنه. حضرت پروردگار دادن من امری درستیه، ختم امری درستیه. بسم الله. السلام علیکم مردم خارون گرامی، خوب هستین؟ سلامت هستین؟ ان شاء الله الله حفظتون کنه. مردم خارون گرامی، در یابان این هفته با 50 اویله کمک کرده شد. الله از هر یک شما راضی باشد. 50 اویله‌ای که حقیقتا احتیاج به کمک ما و شما داشتند. مردم خارون که در همین اقدام با ما هستند، دستگیری میکنند، لایک و کامنتاری و نورو را به دیگران روان میکنند و کمک خودشون در اقدام میدارند. الله از شما راضی باشد. مردم خارون گرامی، ماه شریف رمضان هم آمده است. در این ماه شریف رمضان هر یک برادر و خواهر دعوت میکنم به کار خیر. از هر یک برادر و خواهر خواهش میکنم که چه قدر میتونه 10 روبل، 20 روبل، 100 روبل، 500 روبل قدرت به توانایی و ما میتونیم به همین اقدامان یک عائله را شاد کنیم ان شاء الله. غفروف ایمان شما عائله‌شون نپا جانو یا معیوبی گروه یک شما هم معیوبی دارین نه کوچکاشون چرا خونتون خستم؟ راه گشتن میتونه نپا جانو راه گردن گردن کوچو برن.
ها چیاق دارم چیاق مختی میگردم سیاختان خطی میگردن گرفتار بیماری چه نکرد کسلی قند یک پوچتون بریده پرتفتگی یک پوچه دارن چند سال شد طولی چند سال این خواه 2005 آخرای ماهش بود نوامبر دسامبر آخه کسلش نه خورفته نه از مهاجرا برای شما برای رمضان خوراکا و مایده چایده روان کردگیان ده حقشون دو باشه نکجان ما جنگیف احکام کجانا چی کسلی شما قند کسلی قند یا پوچه‌تون نیسته خوب کجان شما در خونه قطعی اویلتون هر درکتون تا زندگی میکنه نه اکجان همه چیزا را مهاجرا در شما روان کردن در حق همه دعاگو باشین هر وقت که مثلا نماز میخونه همیشه در حقشون دعاگو باشین بخوری و سنچگو اپجان شما مادر تنها یک تا دخترک دارن دخترکتون اویله داره جدا زندگی میکنه شما در همین خانه تا زندگی میکنه شرایط زندگیتون چه خیلی اپجان شرایط زندگی در اینجا کار نمینم من رئیس محله وقتی کار ندارم من تنه هم سلامتی میکنه مجید چی میشوین شما اپا؟ اویله شونه نو؟ چند سال شد شوهرتون آخه بموره؟ چند سال شده همه چیزا را مهاجرا روی کدگن از سبب که برای خسته اینجا آمدن نمیتونه در حق همون بچه ها دعاگو باشین همه وقت ای کس فریدونی محمد رحیم شما چی میشه پا جان؟ شما مادرش میشین مایی بی گروه چنده؟ یکم مایی بی گروه یکم اویله دارن صاحبی چند؟ دو فرزند اویله شما هم کم کم مایی بی دارن با دا اویله بی غرز اویله یا بو که مایو؟ دخترم دخترتون جدا شدگه؟ اشوف جدا شدگه دو گودک دیگه داره جان شما ارزو بکی فرقاتنا در کدام بازار ارو بکش نکه؟ همه چیزا را در شما مهاجرا روان کردن نکه جان در حقشان دعاگو باشین مایلش در نمازتون در حقشان دعا کنین نکه جان رحمت و دولت ما اپا جان شما شوهرتون بیماری چی اپا جان؟ بیماری روحی بچه ندارن که مثل شما را خرون نپشونه بچه تون در دیگه جون زندگی میکنن؟ در خونه تون کی کار میکنن؟ اون کس کار نمیکنه زندگی را چه پیش بردین اپا جان؟ که ببینم 100 بار شکرانه خداوند دو دست دایم یاردم کرده با کمک خشت بار ها 1000 مرتبه شکرانه همه چیزا را در شما مهاجرا دادن اپا جان در حق همه در نمازاتون دعاگو باشین اپا جان هم فقط ها همه چیزا شما در مهاجرا رای کردن در نمازاتون در حقشون دعاگو باشین الله پای قیمت بیم شوهرتون بیمارو شما بفرزند من بیمارم خودتون هم درمان چند سالشو میشود درمان کسلی نه 4 مرتبه اپراسیون خوردم اما جون درمان اون اینوالید تا کودک نداره تماما 20 سال میشه تو اینو فرزند ندارم برای خاطرم بی فرزندی من خواهدیم و شوتون هیچ کار نمیکنه ها؟ نه هیچ کار نمیکنه شما شاپیرش کرده با شما را که میخرونه زندگی را چه پیش میبره؟ زندگی مون خیلی که می خلق یاردم میکنه خشت بار چیزی باشه نگاه مون همه چیزا را مهاجرا غریب بچه ها روی کدگن و دایم ای مادر و فرزند پدر هم دور ای وطن شما در حق ما دعاگو باشین اپا جان دوام پروردگار هزار جون شکر برای کار شکر تنی ساعت شکر خداوند دردگان نبینه تنی ساعت شکر در جای باشه پروردگار نگهبان شکنه و برای کار شکر خداوند ای فرزنداشون سیر شکنه دولتشون افزایی کنه برکتشون بسیار خداوند کریم ای امر جونشون امیدشون پر کنه پروردگار بیا ما فهمیدیم که شما شوهر نداره یک تا دخترچه در بیساتون داره شرایطتون به حد وزبین نه ای کسل خسته نه جوگا هیچ کار نمیکنین همه چیزا را در شما مهاجر بچه هایی که دور ای وطنن دور ای پدر مادرن همه ها روان کردن در حقشون دعاگو باشید گلی با ما فهمیدیم که شما به حد شرایطتون وزبینه همگی یک تا دخترچه داریم و همه شوهرش جدا شده در یک خونه زندگی میکنید همه چیزا را شما در مهاجرا روان کردن همیشه در نمازاتون در حقشون دعاگو باشه سفالوف محمدی اکا جان شما چی بیماری نکرد؟
припадка мехапатон ҳо шароитон вазбин ҳеҷ када хона кор намекуна майби гурӯҳи чанде нака майби гурӯҳи додарҷон шумо писари ҳами кас ёфтулозода амридину падартон чӣ касалиям бемории рӯҳӣ модартон аз дунё гузаштагӣ шумо ози шароитон бениҳоят вазбин аст ҳамин чизора додарҷон муҳоҷиро барои шумо равон кардагианд дахшон дуогӯ бошен ҳамеша майлаш апая шурмо шавҳари шумо майёби гурӯҳи дуюм аст ҳамин чизора дар шумо муҳоҷиро равон кардагианд бачаҳои ғарибе ки дар москва дар муҳоҷиратанд ҳамеша дар намозотон дахшон дуогӯ бошен апаҷон мо ҳамсари боронов баҳромҷон соҳиби чанд фарзанде шавҳартон гирифтори кадом бемория рӯҳӣ мавсимиё бо аробакашанд фақат баҳору тирамоҳ касалошон авҷ мегирад ҳамин одамое ки ҳамин чизора роя карданд ғарибачаҳоанд табобат мекунешанд ҳамин чизора ғарибачаҳо роя карданд апаҷон дахшон дуо кунед шумо ҳамсари маҳмадшоев нуралӣ майёби гурӯҳи чӣ майёбӣ дорад бош майёба бачатонам мазаш нест на ина шароитошон бениҳоят шароити вазбинда қарор доранд ҳамин чизе ки овардагим апаҷон муҳоҷиро ғарибачаҳако равон кардагианд дурай ватананд дурай падару модаранд дахшон дуогӯ бошен ингул шумо шавҳар ҷудо шудагӣ соҳиби дута фарзанде на модари танҳоӣ ҳамин чиза муҳоҷиро ҳамин хайра муҳоҷиро кардагианда шумо дахшон дуогӯ бошен дар намозотон дуо иҷа хонаи хитон нест бо иҷоранишинӣ шароитон فقط 24 ساعت در نم خانه شدگیم همسایه یادم میکنه خیش تاورو یادم این خیلی هر ماه زینب شما شوهرتون بیمار است کار کردن نمیتونم صاحب 3 فرزنده نه شرایط زندگیتون وضبینه همه چیزا را برای شما را مهاجرا غریبا روی کردن بچه‌ای که دورای وطنن داغشون دوگو باشین در نمازتون اپا جان شما اپای سنابره نه ما فهمیدیم که شما فرزندی معیوب دارین اپا جان همه خوراکه را مهاجرا غریبا شما در روان کردن داغشون یاد دعا کنین اپا جان در نمازتون و دورای وطن دورای همسر زندگی همیشه دوگو باشین داغشون هر کسی که دست یاری به همه معیوبا دراز میکنه دوام همه وقت نظر الهی شبه همه یادم شو برسانه وی ها که ما را یاد کرده خداوند وی ها را یاد اپای زینورا شما شوهرتون گذشتگی صاحب 6 فرزند یک فرزندتون قرض کرده از مهاجرت روی کردین ما فهمیدیم حال شما با خبر شدیم همین چیزایی برای شما مهاجرا غریب بچه‌هایی که دورای وطن دورای پدر و مادرن همون راون کردن اپا جان در حقشون دعاگو باشین عبدالرحمن شما در کدام بازار عربه میکشین در بازار اون عربه میکشین این خاک زمینک دارن توالت حمام هیچی نداره نه چی ندارن چند فرزند داره 2 فرزند داره همین چیزا را در شما مهاجرا روی کردن در حقشون دعاگو باشین اپای گلدسته ما فهمیدیم که شما پسر ندارین نفقه خورین دخترچتون جدا شدگی با چند فرزند؟ با 2 فرزند در خانه شما همین چیزا را مهاجرا در شما روی کردن در حقشون دعاگو باشین همیشه خوب صاحب چند فرزنده؟ 11 فرزند داره نه؟ ما فهمیدیم که شرایطون به حد وضبین بود
ду фарзандтона ҳозир ки да додагин акаҷон? хиср бачатон да додагин. ҳозир 9 фарзанд дорено. шароити зиндагитон вазбин. шумо худтон беморен, кор карда наметонен, а? намодари азиз дар ин ҳаво, дар ин шароит қарор дорад. تلك نختم گذاره یا پاجان خوجای و خدچه پاجان شما چی مشکل دارین پاجان؟ واسه یتیم دارم بچه ندارم شوهر مردگی در خانه دارم اینجا زندگی میکنم شوهرتون گذشتگی خودتون چند فرزند داره؟ من دو دختر داره. با دخترتون شوش گذشتگی؟ مردگی سه یتیم دارم. باید دخترتون جدا شدگی؟ دخترم شوهرش جدا شدگی. چند گودقتی؟ 3 گودقتی. باید هم 3 گودقتی. همش در خانه شما؟ زندگی وزین قرار دارم. شرایط خانه مادری عزیز مهربان در همین هوا زندگی کردید. اپا جان همه چیزی که هست همه را برای شما مردم مهاجر روی کردن. درخشان دارم بکنه. ای کس سعید فهلیدین. مایبی گروه چند دانه اپا جان؟ در خونه فقط یک تمایب داره نه؟ یک تمایب. همه چیزایی که میبینین اپا جان میره مهاجرا رو همون کدگن در حق شنیه دعا کنین اپا. اکای رستم ما فهمیدیم که شما به فرزندین هر ده حقتون تا قرکین همه مهاجرا برای شما همه چیزا را روی کردین در حقشون دعاگو باشین. اپا جان شما نامتان شادمان و دلافروزه مادر همه دختره. ای چند ساله خواهر ما؟ تولدش 97 گفته نه؟ همه چیزا را برای شما مهاجرا غریبا روی کردن در حقشون یا دعا کنین اپا جان. ما مادری سالیه و حاکمه. دخترتون مایبی گروه چند اپا جان؟ یکم. همین غریبایی که همین چیزا رو در حق شما روان در حق فرزند شما روان کردن در حق شما دعا میکنن اپا جان. اپا جان فامیل نامتون چیه؟ شربانه. چند تا فرزند داره؟ 3 تاش گرفتاری؟ امیر و خولما. اپا جان شما در کجا کار میکنه؟ در کجا ای کدام ناحیه؟ ای ناحیه یوان. شوهر داره؟ نه نه هیچ دیگه. چند فرزند داره؟ 4 بچه دارم. بچه‌تون همشون بالغن؟ در کجا میخونه؟ در مکتب اینترنت. در مکتب اینترنتی ناحیه یوان. این خونه خودتونه؟ نه مجرد کوارتیره. اجاره نشینین در اینجا؟ در общежитие اجاره نشینین. همه چیزا رو در شما غریبا روی کردگان مهاجر رو درخشان یا دعا میکنین اپا جان؟ من اون خونه خصوصیت در خونه مادر 9 سال شد. ای شوهر کمدگیم. نه اکادرم نه دودر دارم هیچ نگاه کردن نمیتونم نه. من میخوایم که همه پسرم قطعی خودم دستگیری کنم. همه چیزایی که دستگیری کرده آوردگان همه را مهاجرا در شما روی کردگان درخشان یا دعا کنین اپا جان. خدا اونشون درست کنم. خدا چی مورد دارم به مورد مقصدشون برسه پروردگار. گیره نکنین اپا جان همش میشوه انشاءالله. من در خونه مادرم یک خواهر کسلی دارم همون قد شوهرش نگاه میکنم. شما گمتت کار نمیکنه؟ نه همون خونه شید یا یزم تو کار میکنه تمام.
همو مهاجرای که میره روی کردن همه وقت داغشان داغو باشه نفجان همه وقت دعا میکنیم شونه جان نگهبانشون باشه چی مراد دارم به امراه مقصدشون برسن مایرم بی دریا اولا چند مایی بی نفجان؟ 4 دو تا فرزند خونه یا تا خودمونه یا تا قسیم بیمه یا تا هیور تو در امی یک خونه سکسیه دا چند کسی یا چند 3 اجرا بوده 3 اوله زندگی داره 3 اوله زندگی داره سلمت زوده مایرم بی پاپا جان شما چند کودک دارین؟ 3 کودک داره چند شما ای پاپا جان؟ 2 تاش مایوه مادر عزیز مهربان همه چیزایی که آوردم همه را غریبا در شما روی کردن مهاجرا روی کردن در حقشون یک دعای نیک میکنه و ماه شریف رمضان هم قریب است و در این ماه شریف رمضان هر یک برادر و خواهری را که کمک میکنیم دستگیری میکنیم انشالله از جانب الله سبحانه و تعالی اجر و پاداشش دو چند زیاد است. برای همین کوشش کنیم در ماه شریف خصوصا در ماه شریف رمضان بی‌طرف نباشیم.